من طول یک سال است که در خوابگاه زندگی میکنم و خوابگاه خیلی جای عجیب است. دوستش هر خیلی مثل رنگ خانه انسان شده نمیتواند دون، لیکن خیلی مکنون در خوابگاه زندگی ما هر خیلی میگذارد. با دوستانمون وقتی که با ما مبلغ ارائه میکنند، مثلا از پدرمون از مادرمون ارائه میکنند و ما با هم و مبلغ جمع میکنیم و یگان خوراکی نقض میپذیم. مثل همه کسا جمع میشیم، یگان آش تشکیل میکنیم، یگان تشکیل میکنیم، با هم دیگر میگوییم، میخندیم و بحث‌های جالب هم میگذاریم. مثلا ما بین من درباره هر خیلی موضوعهای مثلا علمی، بعضی ژورنالیستی ما که در خانه 4 نفر 5 نفر هستیم، همه فاکولتی ژورنالیستیک میخونیم و بسیار چی میکنیم، بسیار بحثا میگذارونیم در اینجا. براتون نمیشود دانشجو. البته وقتی که مثلا مبلغمون کمتر است، البته از رابطه استفاده میبریم. بر ما هم خلای میگم در رابطه استفاده بریم. من حالا یعنی برای فردا یعنی که درس تیاری دیده ایستادم، کورتای خود رو در مال کرده ایستادم و حالا باشد یعنی بسیار با نازکی ها میکنیم که یکی دوال نسوزم. مثلا باری اول وقتی که مثلا درس مال میکردیم کورتای خود رو سوزانده بودیم و به خالی مادر رسیده بودیم که چقدر وای هر سحر کورتای ما رو درزمال میکرد و ما پرایی نداشتیم که چطور وای رو درزمال میکنه. اینا یعنی خود شاهدی آن شدیم که اینقدر کاری مشکل بوده است. خوابگاه ما دارای سیمخانه‌های کامپیوتری، دارای کتابخانه و دارای کتاب‌های بدیهی بوده. ما در لحظه‌های دلخواه می‌توانیم که رفته از سیمخانه‌های کامپیوتری، از سایت‌های اجتماعی موادهای درکاری رفرات و اون وظیفه‌های آن که درخواست‌های آن که فرمان‌هایی که به ما استادها می‌دهند ما می‌توانیم دسترس نماییم. نوبت خودی من شده است که وقتی که من راستش مکرون تیار کرده ایستاده بودم و وقتی که روغن تصفیه ایستاده بود، راستش چی بود کم در نظرم آب بوده که میگم که آب درون روغن و حتی روغن که درگیرید مکرون در نشد روغن درگرفته بود. مثلا حالتایی میشود میسوزونیم، حالتایی میشود که بعضا وقت دیگه من رو از کخنی گم میکنیم، از آشپزخانه گم میکنیم و میکوبیم نمیابیمش. هر حالتها میشود. حیاتی دانشجویی زندگی در خوابگاه برای ما به نهایت یک درس برای آینده می باشد که اولا ما یک تجربه روزگار را در اینجا می گیریم، چون که به همگان معلوم است که در خوابگاه ما خوراک آماده می نماییم، لباس می شویم، درزمال می کنیم. این یک درس زندگی برای آینده ما می باشد. روی خط نوبتداران داریم که هر کس از روی خط خانه رو تازه میکند و هر کس لباس خودش رو میشوید، درزمال میکند. حتی وقتی که باری اول به اینجا من آمده بودم، هنگامی درزمال کنی کورتام رو سوزانده بودم که و بعد آهسته آهسته در دوام وای زندگانی از همه کارها باخبر شدم، یاد گرفتم. میشه بعضن حالتایی که برای یگان کار با مثلا هم خوابگاه بوده ها مناقشه میکنیم. همشون مثال بسیار پسرهای خوبن، با من دوستی دارند و چی مشکلی شود با همدیگر حل میکنیم. خیلی جنگ و جدال بین ما نمیشود. دانشجوی اصیل ما همان دانشجوی را میگویم که دوران دانشجویش را در خوابگاه میگذراند. هنگامی که به ما موضوع و دیگر موادهای از دیگر فاکولته یا اختصاص لازم میشود، بچه‌ها هم هستند میگیریم از دیگرها استفاده میبریم. به نهایت زندگی در خوابگاه خوب است.